سلام و درود خدمت دوستان عزیز. با جراحی تغییر پروتز بیضه در خدمتتون هستیم. بیمارمون آقای 18 ساله‌ای هستن که متاسفانه 6 ماه پیش به علت توشن و یا پیچش بیضه راستشون رو از دست دادن. یه پروتز بیضه هست، همینطور که می‌بینیم این رو ما از یه برش خیلی کوچیک که اینجا اگه زحمت بکشید نشون بدید، این رو از ناحیه زیر شکم و وارد کیسه بیضه میکنیم و در واقع ثابتش میکنیم. جنبه در واقع بیشتر روحی روانی داره، به خاطر اینکه خب ظاهر کیسه بیضه به صورت قرینه باشه. ممنونم.